Nuclear scientist Dr. Mohsen Fakhrizadeh was Iran's repository of nuclear bomb knowledge, Israel has claimed, while not saying they were behind the assassination. Iranian media outlets say Mohsen Fakhrizadeh died of his wounds after gunmen fired on his car. Fakhrizadeh has long been regarded by Israel and Western intelligence agencies. مرحوم فخریزاده که به تیر ستم کشته شد و متاسفانه آنچنان که باید و شاید این ترور ناجوانمردانه و شوم در رسانه‌های جهانی مورد انکار و تقبیح قرار نگرفت. همه جا آواها بلند است که تروریسم محکوم است، اما گویا که تروریسم داریم تا تروریسم. اگر به نفع تبهکاران باشد آنگاه نیکوست و اگر نباشد تبهکارانه است. بر روان اون مرد، اون دانشمند از دست رفته درود می‌فرستیم. در عین اینکه می‌دانیم که دشمن بسیار است و جدی و جرار است، اما این چیزی از وظایف آنها که در درون مملکت وظیفه حفاظت مرزها و حفاظت شخصیت‌ها رو به عهده دارند کم نمی‌کند. این خلأها و حفره‌های امنیتی به اصطلاح حکایت از کمکاری‌ها، حکایت از سستی‌ها، حکایت از نادانی‌ها و حکایت از خیانت‌ها می‌کند. امیدواریم که آنها که مسئولند به جای اینکه به امور خرد و جزئی بپردازند، سر به سر مردم بگذارند و این و اون رو به بهانه‌های واهی و بیهوده دستگیر کنند یا در زندان‌ها شکنجه بدهند، به جای این کارهای ناصواب و ناروا که موجب شکایت خلقی است به خویشتن بپردازند و دانایان رو بر سر کار بیاورند. زمام امر رو به عهده کسانی بسپارند که لیاقت و شایستگی دارند. من حقیقتا وقتی که اندوه می بردم و افسوس می خوردم بر این مرگ، بر این ترور ناجوانمردانه، با خود می اندیشیدم که همه چیز ما گویا قول مظفرالدین شاه باید به همه چیز دیگر ما بخورد. نمی شود که یک مملکتی غرق در انحطاط باشه، نالایق‌ها پست‌ها رو، اون هم پست‌های مهم رو، نه یکی نه دوتا اشغال کرده باشند، ولی در این میان فقط تیم‌های حفاظتی محکم و نیکو کار کنند و خللی و نقصانی در کارشون نباشه. این نمی شود. وقتی شما به بازار نگاه میکنید، به اقتصاد نگاه میکنید، به دانشگاه‌ها نگاه میکنید، به حوزه علمیه قم نگاه میکنید، به وزارتخانه ها نگاه میکنید و با کمال تأسف میبینید که بر سر این مناصب چه کسانی نشسته‌اند، کسانی که بیش از تخصصشون مجیزگوییشون اونها رو به این مراتب بالا رسانده. اونگاه نتیجه خواهید گرفت که لاجرم در قوای نظامی و امنیتی هم ماجرا همینطور است. با مردم قلدری و بلدرم میکنن، اما وقتی که باید لیاقت خود رو در جای خود نشان بدهند، ناگهان آدمی مواجهه با این حوادث بسیار تلخ، بسیار تیره و آبروریز میشود. مواجه میشویم با اینها که خب من وقتی فکر میکنم که بر سر فرض کنید فرهنگستان و علوم کسی نشسته که عمریست ضدیت با علم، ضدیت با توسعه، ضدیت با غرب اصلا شعار او بوده، از این پله بالا رفته. شما انتظار دارید علم توی مملکت به کجا برسه؟ دانشگاه‌ها چگونه باشن؟ وقتی که شما ببینید توی شورای انقلاب فرهنگی کسانی نشستن که جز شعار دادن کاری ندارن و دستشون در دخمه‌ها و اون نهانخانه هایی است که یک مرتبه از میونشون ضارب سعید حجاریان بیرون میاد و امثال اینها، وقتی که تو شورای انقلاب فرهنگی اینها بنشینن، وقتی که مثلا بر صدر فرهنگستان ادب، فرهنگستان هنر کسی بنشیند، یک شاعر تریاکی رو به جای
آقای مهندس موسوی بگذارن و این قصه سر دراز دارد و اندوه بلندی رو با خود می آورد. وقتی که اینهایی که آشکار است این چنینه، اینهایی که می توان پاسخگوشون کرد گرچه پاسخ به احدی نمی دهند، اون جاهایی که از چشم مردم مخفی است و کسی نمی داند در اونجاها چه می گذرد، احتمالاً این بی‌لیاقتی ها و ناشایستگی ها 100 بار بیشتر است. و در عین اینکه دشمن رو ملامت می کنیم، از خودمون هم باید انتقاد بکنیم. من امیدوارم که اینها باعث باز شدن چشم ها بشود و بیش از اینکه به دفع دشمن بیرونی بپردازیم، به دفع دشمن درونی بپردازیم. به قول سعدی گفت تو با دشمن نفس هم خانه ای، چه در بند پیکار بیگانه ای. پیکار با بیگانگان رو فرو بنهیم و اول پیکار با خیشتن، انتقاد خیشتن رو شروع کنیم و بها و هزینه لازم رو بر او بپردازیم. دست به یک تزکیه، یک شستشوی کامل ببریم، بلکه از این نقصانها و ویرانیها رهایی پیدا بکنیم.